و چطوری من سیناکسترا هستم و خوش اومدید به ویدیو چالشی. در این ویدیو قرار قرار چشمان رو ببندیم و مورتال کامبت بازی کنیم که ببینیم آیا برنده میشیم یا میبازیم. پس بریم سر بازی و قرار من چشم بازی نکنم و بعد چشم ببستم و الان میریم شخصیت مورد علاقمون رو بگیریم انتخاب کنیم، بعد چشامو میبستم و اینجور چیزا چه شخصیتی رو انتخاب کنیم، چه بچه بگیم 5 بار بازی میکنیم. خب از این 5 بار ببینیم چند تاشو میبریم، اونم چش بسته. خب از این 5 بار ببینیم چند تاشو میبریم، اونم چش بسته. کونگلاو ما را کونگلاو خیلی شخصیت خوبیه. خب چی بیفته؟ حالا کدوم مرحله کدوم قبرستون باشه؟ خب حالا کدوم مرحله ندرن. این خیلی بچه برام معرش باله مثل استودیوی ندرن میمونه. اوه به چی تیپایی. I prefer Liu Kang to you, Kung Lao. We are both legends. He's the legend. You're the wingman. بچه فکر کنم من دقیقا شکل کمشی شدم ولی خیلی باله. اصلا هیچ جا نمیدونم من اصلا کجام. خب حالا بریم سراغ بازی. وای من این فکرم زد. وای من فکرم بچه دارم کتک میکنم. وای برگام خدایا من اصلا هیچی نمیبینم. وای فکرم داره من میزنه کلم. چرا من دارم همه کلید رو هم دیگه میزنم چون واقعا نمیدونم چیکار میکنم. وای بکنم بردم. یس بچه ها نایس. بریم 38 دوستی رو باختم. الان چیکار کنم من؟ وای بچه ها من نمیبینم ولی چه بچه چشمانه ببینیم. زدمش؟ آره فکرم از صداش معلومه دارم بزنمش ولی خیلی خوبیه. ای خدا دارم من اصلا نمیدونم کجا دارم میرم. شما حتما بچه ها ببینید تو کامنت ها بنویسید داشتین و چیکار کردی وقتی چشم دستیم. اینه حتما بنویسید. وای بچه ها فکرم باختم. زدمش؟ یس بچه زدمش. از صداش معلومه. وای زدمش داشتینا گرفت زدش. بچه ها واقعا مثل که نشد بده فینیشن. بله بچه ها دیدین داشتینا گرفت زدش. خب من از اینجا چشم بسته میتونم از صدا بشنوم. چیکار میتونم بکنم؟ گن زدم. بچه بخواب میریم شخصیت دیگر برداریم. خدایی ولی بچه برگام ریخت وقتی حتما بنویسید تو کامنت ها چیکار کردم. خب بریم چشولی بفهم میرم تو قسمت فایت. فکر کنم بچه رفتیم تو قسمت فایت.
کی رو باید انتخاب بکنم؟ Jackie Briggs. نه بابا یه نمیخوام. آره لیکن خوبه. و حالا کی رو؟ Cabal. اوه اینم خوبه. شخصیت دار کی بهمون داد. Shirai Ryu Fireball. تو مرحله شیرارایی افتاد. وای بچه خیلی بده بابا. ای خدا ولی باید چالش بریم ولی بچه ها هیچ وقت رسیدن این بازه این حتما تو کامنت ها بنویسید. اوه این کاباله. اوف برسلی عشق من ببینید اسم حتما توی کامنت های سه شخصیت مورد علاقت تو مورد کامبت کیه. وای شروع شد. بچه من چیزی نمیرم من مجبورم همه دکمه ها رو وای بچه ها فکر ما رو گرفتن. بچه ها دارم چیکار میکنم؟ وای زدمش وای زدمش بچه ها یه همین فنه وای چیکار شد؟ بردم؟ نه بردم بچه ها یس نایس. Round 2. Fight. پدرم الان در واقعا حس خوبی داره بچه ها واقعا حس بدی هم داره. من الان تعجب میکنم چه شکلی دارم میبرم. وای اوف چه فکرم دارم کتک میخورم میدونم. وای ای خدا چقدر بده ای که تر زدم به این زندگی. وای نمیشه. کی برد؟ کابل برد. من گند زدم به زندگی. وای یک کاری بکنم. چی کار کمرشه بردار بکنم دیگه. بچه ها توی چیز بمیسید چطوری سیما اینا ها رفتی. وای بکنم بچه داریم میزنیمش. وای وای بچه فکرم من زد. وای بگم با این بار میزنیم. وای وای بچه ها گفتم که اینو میبازیم آبروم از 5 تا یکیشو باختیم دو تاشو بردیم. خب فقط 2 تا دیگه مونده ببینیم تو اونجا چیکار میکنیم. ولی بچه ها داشتیم شوخی میبازیم. این دفعه باخت. من داشتم میبردم ببینم چی شد. آره اسکورپین داداشم. اینو چه اسپرسی میبرم. نه Shiva. نه شیبا هم نه. شوکن کجا؟ Jax.
Shang Tsung. آره شاوکان بچه ها نگاه من چشم بسته میتونم چیزای تشخیص بدم. بریم با شاوکان چیکار میتونم بکنم. شانسی مرحله با میشه بوده Retro Cave. چی مرحله دور کی افتاد. ای خدا بچه ها من این فکر کنم میبرمش البته چون با اسکورپیان و خوراکم مبارزه کنم. دستان شکست. خیلی شما بریم سر بریم بازی کنیم. Fight. Feel my pain. بکنم چشش کونم وای ای هنوز بید جلو آشخال که من بچه نمیبینم از الکی دارم وای گرفت کن چکیش سر بردم؟ یس Round 2. Fight. من اگه چش باز بگم نگاه کنم بچه چیکار داره میکنه؟ وای گرفت زد من رو فکر کنم لعنت زد ما رو وای اینو باید ببرم Final round. Fight. چیکارش نمی‌کنی بچه ها خودم داره میزنیمش یا بگیریمش چیز میکنم Finish him. بچه اینه از این پس 5 تا سیتش بردی نیست شما دوباره بریم یکی بعدی این نفر واقعا میخوام شخصیت هم رندوم انتخاب بکنم وای بچه جایی نمیبینم کجا من فقط فکر کنم تو دوربینم شما دارین من الان میبینید ولی بسیم شما نمیبینید خب این دفعه چه رسیتی رو برداریم تو من نمیبینم خدا کور شفا بده Cetrion. چون Nightwolf. نادولف نباید یک شخصیت خوب بهم بدینه Rambo. Cabal. خب خوبه Kung Lao. فورا هم مگه اینو بزنم Rave. نه ولی خوب Shiva. آره این خوبه بچه این سخته و قراره یکم بهتر بگیریم بازی Shaolin Trap Dungeon. من مامانمو میخوام بیا دیگه بابا صبح شد برای شما بذار بریم بازی یک دو سه بیا جلو
چیکار شد چه داره میزنه؟ ای بابا بزنش. وای گرفت فکر کنم منو بزن. وای داره منو مثل سگ میزنه. وای دستم درد گرفت. وای اکسیشو زد. دهن سرویس. بردیم بچه نایس. این فایت آخریه. بریم راه دوم. من فکر کنم مثل سنگ داره میزنه. همه مثل آدمت میکنم عددت میکنم اول شیوای احمد. اوف داره چیکار داره میکنه؟ اوه چیکارم کرد؟ زدمش بچه نه؟ آره زدمش. آی من رو جلوتر بچه ولش کن نمیبینم. خیلی خوب بچه ها. خیلی خوب بچه ها مرسی که تو اینجا با ما بودیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتونه. اول از اوه چه شنگ زدیم. مرسی که بچه تو اینجا ویدیو بودیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یاد نره. و این ویدیو کم خنده‌دار بود و از این ویدیوهای ما اگه حمایت بیشتر بشه از اینا میتونید بیشتر ببینی. سابسکرایب هم کنین تا ویدیو دیگه. پیس اوت.